سلام، به کانال خیرات خوش آمدید. کانال خیرات جایی است که شما می توانید تغییراتی را که می خواهید در کار یا زندگیتان ایجاد کنید و زندگی کسب و کار دلخواه خود را خلق کنید مواد آماده می کند. یکی از موضوعهای بسیار مهم و همچنین جالبی که بسیار کارشناسان راجع به آن بحث کردند که ما امروز می خواهیم درباره آن برای شما پیشنهاد کنیم، این برنامه‌ریزی است. و اکثر سوال ها هم به این گونه است که چگونه برنامه های خود را عملی کنیم و یا چرا برای هدف هایمان اقدام نمی کنیم و چی کار باید کنیم. ما این نوار را بخشیده به این موضوع آماده کردیم و تلاش میکنیم تا بهتر این موضوع را بتوانیم برای شما بیان کنیم تا شما بتوانید در کار و زندگی و برای رسیدن به هدف هایتان از آن استفاده کنید. براین تریسی میگوید من هر روز در جهت رسیدن به رویاها و خواسته هایم در حرکت هستم و دوست می دارم شما هم همچنین کار را انجام دهید، زیرا وقتی در جهت خواسته ها و رویاهایمان قدم برمی داریم زندگی معنا و مفهوم پیدا می کند و می توانیم از درون احساس شادی و رضایتمندی داشته باشیم. خب همه ما باوری داریم که زندگی یک فرصت است. زندگی بسیار زیبا است و یک فرصت است که ما در آن توانیم شاد باشیم، یاد بگیریم، اشتباه کنیم، با هر اشتباه در مورد خواسته هایمان شفافتر شویم و حرکت کنیم و لذت ببریم. قطعاً وقتی در مورد برنامه ریزی صحبت میکنیم، هدف ما از برنامه ریزی لذت بردن از زندگی و رسیدن به خواسته ها و رؤیاهایمان هست تا بتوانیم از این مسیر همه امکانات ها را استفاده کنیم و بهترین خودمان باشیم. زیرا شما ارزشمند هستید، خواسته های شما ارزشمند هستند، زندگی شما بر روی سیاره زمین ارزشمند است و شما لایق رسیدن به تمام خواسته های خود هستید. شما لایقت دارید که زندگی خوبی داشته باشید و در مسیر رویاها و خواسته هایتان حرکت کنید. قرار نیست که در درد و رنج بمانید و مدام در نگرانی از آینده باشید. قرار است که همین لحظه در همین مکانی که هستید و در هر شرایطی که هستید احساس آرامش کنید، لذت ببرید و حسی خوبی داشته باشید و در کنار اینها بتوانید آینده دلخواهتان را در ذهنتان مجسم کنید. انتونی رابینز میگوید شما باور داشته باشید که توانمند هستید. رابینز میگوید برایتان قول میدهم که شما توان ساختن زندگی دلخواهتان را دارید و اگر خواسته درونی شما شکل گرفته است و یا رؤیاهای دارید، مطمئن باشید که توان رسیدن به آن خواسته به شما داده شده است. ممکن است که حالا دقیقاً ندانید چگونه به خواسته های خواهی رسید. همانطور که رابینز میگوید من سالها درگیر این موضوع بودم و علاقه و خواسته های زیادی داشتم، اما چون نمیدانستم چگونه به آنها خواهم رسید، هیچ گونه قدمی هم در راستای خواستم برنمی داشتم و همیشه متعجب بودم از افرادی که در حال زندگی کردن آن خواسته های من بودند و یا به آن چیزهایی که من میخواستم آنها الکی رسیده بودند. چون فکر میکردم که اگر خواسته دارم باید تا انتهای مسیر برایم مشخص باشد و چون هیچ وقت تا انتهای مسیر برای هیچ کسی مشخص نیست، تنها راهکار این است که شروع کنید و آرامش داشته باشید و مطمئن باشید که هرچی پیشتر روید مسیر برایتان همین قدر شفافتر و روشن‌تر خواهد شد. و اما نکته مهم این است که در کنار تمام خواسته های زیبا ترس‌ها هم وجود دارند و تشخیص این ترس‌ها یک هنر است که بدانید اینها فقط ترس هستند و فریبشان را نخورید. در مسیر همه افراد همیشه ترس و نگرانی وجود دارد. ترس از اینکه این همه تلاش کنی ها جواب این ثمر ندهد، ترس از اینکه شرایط بیرونی جامعه، خانواده و دیگران بتوانند مانع تو شوند، ترس از اینکه فرصت‌هایت را از دست بدهی، ترس از اینکه به اندازه کافی فرصت برای تو وجود نداشته باشد، ترس از کم آوردن وقت و تمامی ترس‌هایی که باعث می‌شوند
خواسته هایت کوچکتر و نگرانی هایت بزرگتر شوند. و زیرا خروج تمام ترسا این است که تو را از خواسته هایت دورتر میکنند و تو به مرور باور میکنی که رسیدن به خواسته هایت امکان پذیر نیست و در نتیجه ترجیح میدهی به جای اقدام کردن برای آن خواسته ها کار انجام ندهی. و در نهایت فراموش نکن که این خواسته تو هست که مهم است و باید بر روی آن متمرکز شوی و نه نتیجه نهایی. این خواسته تو مهم است چون با حرکت کردن برای آن احساسی خوبی خواهی گرفت. خواسته تو مهم است چون وقتی یک قدم در جهت آن برمی‌داری حسی رضایتمندی را تجربه می‌کنی. خواسته تو مهم است چون با حرکت در مسیر آن لذتی بیشتری را تجربه می‌کنی. وقتی در مورد خواسته ها صحبت می‌کنیم، افرادی زیاد منتظر نتیجه نهایی هستند و تمام تمرکزشان بر روی نتیجه نهایی است. آنها فقط به دنبال نتیجه نهایی هستند. رسیدن به درآمد مد نظر، لاغر شدن، قبول شدن در امتحان مد نظر، آموختن زبان انگلیسی، داشتن کسب و کار و مانند این دیگر مسائل. در حالی که باید این تفاوت را بشناسید و فراموش نکنید که در مقصد هیچ خبر نیست. منتظر رسیدن به نتیجه نهایی مثل تمام شدن یک سفر رویایی است. وقتی این سفر تمام شود و شما به منزل برگردید، همه چیز تمام شده است، اما لذت و عشق واقعی را شما در طول سفر تجربه میکنید. قرار نیست که هر روز از زندگیمان را صرف یک سری کارهای خشک و خسته کننده کنیم تا در این مورد به دستاورد خاصی برسیم. قرار نیست که هر روز را صرف انجام کارهایی کنیم که بر روی کاغذ نوشتیم و اگر آنها را انجام ندادیم خودمان را سرزنش کنیم. بلکه قرار بوده اقدامهایی را انجام دهیم تا از انجام آنها لذت ببریم. تا با انجام یک سری اقدام‌های حس رضایتمندی پیدا کنیم، تا از خودمان راضی باشیم، تا بتوانیم زندگی موردی نظرمان را برای خودمان ایجاد کنیم. پس اگر برنامه‌های تو یک سری برنامه‌های خشک و نوشته شده هست که هیچ گونه رضایتمندی از انجامشان برای دست نمی‌دهد، احتمالاً وقتش رسیده است که افکارت را در مورد برنامه‌ریزی‌هایت تغییر دهی. برنامه‌ریزی یک بخش کارهای تکراری و خسته کننده و خشک نیست، بلکه انجام کارهای کوچک است که در جهت رسیدن به خواسته هایمان است. خواسته هایی که می‌خواهیم آنها را تجربه کنیم و با تجربه کردن آنها را رشد دهیم. با این دیدگاه برنامه‌ریزی نه تنها کار سخت نیست، بلکه شما تمام ساعت بیداریتان را صرف کارهایی می‌کنید که از انجامشان لذت میبرید و در عین حال زندگی دلخواه و آینده خود را میسازید. البته این نوار آماده شده بود از روی نظریه و از روی گفته های برایان تریسی، انتونی رابینز و چند محقق دیگر که آنها تجربه کردند که هر فرد رویاهایش را تنها در کاغذ می نویسد و برای عملی کردن آنها میل و مراقی ندارد. در گمان است که آن همه رویاهای او به واقعیت تبدیل یابند. و یک چیز دیگر عزیزان دل این است که در یک نوار کوتاه نمیتوان آن همه پهلوهای این موضوع را شرح داد و حتما ما در برنامه‌های آینده در مورد آن که برنامه‌ریزی را از کجا شروع کنیم و برای رسیدن به نتیجه کدام کارها را باید انجام دهیم حتما برنامه‌های علاهیده میکنیم. با دیگر برنامه‌های ما بمانید.